خب دوستان، این سگی که بزرگ شده و شخصیت گرفته و خیلی مشکله اینو رام کردن. کار هر کسی نیست. این مربی حرفه‌ایه، سعی میکنه که این سگو یه خورده به آرامش بکنه و فرمانبرش بکنه، منتها بسیار کار سختیه، کار هر کسی نیست. ببینید سگ باید یاد بگیره که بخوابه و تسلیم بشه. سگ که خواب اینجوری که چیز کرد تسلیم شه. تو خودشون هم گله سگا و گرگا اینجوری هستن، یعنی با تمام قدرت اون سگ باید حس کنه که شما واقعا مصممی و واقعا قدرت از اون بیشتره. ببین سگ دوباره امتحان میکنه پارگی بکنه، نگاه دوباره پارگی میکنه و اون طرف دوباره میگیرتش با تمام قدرت. ببینید باید با تمام قدرت بکوبتش زمین و اون سگ حس بکنه که این باش شوخی نداریم، منم اینجا که به ریاست میکنم، با من آرام باش. باید آرام باشم، آرام نباشی حمله میکنم و میکوبم تو زمین و نفست میگیرم. اون سگ یواش یواش متوجه میشه که اینجا جای شوخی کردن است، این رئیس اینه و این دستور میده که چیکار کنه، نه اون بخواد هر کاری بکنه با صاحبش و صاحبش بترس و فرمانبری بکنه برعکس. ولی این کار بسیار سختیه. سگ اولین بار تو بچگی این سعی میکنه که این کارا رو با تو بکنه. اگر اونجا تو روش وانسی و باهاش شدید برخورد نکنی و دقیقاً این کاری که این آقا داره میکنه باشه انجام ندی، این سگ دیگه تا آخر اون هیچ کاری باش نمیتونه بکنه. شخصیت شکل بگیره دیگه کارش تمومه. خب دوستان، اینجا من فیلم های خود سوارتش کم کردم. اینجا 3 تا سگ تربیت شده با هم هماهنگ شده و منظم، مثلا که یه چیزی 30-40 تا 50 تا سگ ولگرد، یعنی سگ خیابونی به اینا حمله میکنن. اینا همه با هم هستن. دقت کنید سگ اول سگ مشکی جلوداره، نمیذاره گازهای واقعا با قدرت میگه. سگ پشت سرش هوا داره که سگای دیگه دور نگیرن این سگو، یعنی هر سگی که میاد تا بخواد دور بگیره این سری میره جلو و نمیذاره که دور سگ اولی سگ مشکی رو بگیرن. سگای اولی میکنه گازهای با تمام قدرت و خونخوارانه میگیره. سگایی که دارن همینجوری الکی حمله میکنن اینا یه نیشگازی میگیرن، یعنی این یکی میگه اون محکم گرفت، اون که ببین سگ پشت وایساده الان سگ قوی نمیذاره که کسی سگ پشت سگ پشت سگ مشکی ببین نذاشتن. الان دوباره بعد سعی میکنن سگا رو دقت بکنی، سگا رو به طرف جلو هل میدن، یعنی هیچ وقت عقب نمیرن این سگا. دقت کنید دوباره دور میزنه برمیگرده، نمیذاره کسی سگ نکنه، به طرف جلو هل میدن. یعنی این بوکسر مایک تایسون هم اینجوری فقط به طرف جلو حمله میکنه. نگاه کنید شما سگا رو به یه خط میکنن تقریبا و به طرف عقب هل میدن. معذرت میخوام، یعنی اینجوری میدنشون عقب، نمیذارن سگا پیشروی بکنن. حتی ببینید سگا بغلی سگ قوی واسطه یه دنده سگ سیاه میره جلو، سگ پشتی سری ساپورتش میکنه سگ مشکی و نمیذاره که خطو بیان جلوتر. میبینید دوباره ساپورت کرد، یه خوره میره عقب، با سگ رفیقش نذاشتن بیاد پشتش با 8-9 تا سگ دیگه جلو و دوباره اومد پشتش ساپورت کرد. جاشون عوض میکنن و اینا سگای سنگ تربیت شدن مثل سربازا. اینجا میگه نفس کش، نفس میکشه، هر کی بیاد اینجا جلو تکلیفش با ما مشخصه، نفس کش میطلبه، همینجا میگه. اینم از این میگن سگای تعلیم دیده. خب اینجا یه آدمایی رو تو خیابون بعضی وقتا میبینی که نادان و نفهم هستن. این اومده به این خانومه میگه که خانم میشه من سگتون ناز کنم؟ این دختر خانم میگه نه این سگ ناز کردن نیست، من لطفا اذیتم نکن. ببین سگ قشنگ آرام بدونی که به کسی حمله کنه بدون غلط داره، خیلی با شیک داره بغل این خانم را میره. خانم دوباره بهش میگه آقا عزیز لطفا برید، من ازدواج کردم، مزاحم من چیزا رو اومدم واسه من قدم بزنم. بعد اون طرف میگه من همه عمرم با سگ بودم، میشناسم سگ چه، این سگ کاری نداره، فقط خواستم با شما دست بدم آشنا بشم، سگ خود نازش کنم. این خانم میگه لطفا برید، من اگه به این سگ بگم خطر مشکل براتون پیش میاد. و این خانم دستور به این سگ میدن. سگ با تمام قدرت پیتبول هستن، حمله میکنن به این آقا. حالا این آقا هم داره به خواهش و تمنا افتاده، میگه خانم ول کنید، لطفا بگید سگتون بره. خانم هم میگه من از اول به شما گفتم، چند بارم به شما گفتم، حالا حقتونه که خود از دندونای این سگ استفاده کنید. سگ دوباره صدا میکنه و میگه لطفا خواهش میکنم دیگه مزاحم نشید. دوستان من این ویدیو رو گذاشتم برای اینکه حتما بدونید که فکر نکنید سگا که مهربونن بغل صاحبشون دارن کاری به کار شما ندارن. این سگا یهو میتونن با یک دستور پوست کلتون رو بکنن. خیلی مواظب باشید. سپاسگزارم.